سلام، من میلاد هستم. امروز میخوایم با هم دیگه یه صندلی چوبی زیبا بسازیم. تو این ویدیو میخوایم از انتخاب چوب، مونتاژ و پرداخت نهایی رو قدم به قدم بهتون نشون بدم. اگه به کارهای چوبی علاقه‌مندید، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب تو این نرم افزار بهتون نشون بدم که چیا نیاز داریم برای این صندلی. ابعاد چوبایی که نیاز داریم براتون مینویسم. چوبای 4x8 به ارتفاع 90 برای پایه‌های پشتی میخوایم. چوبای 4x4 به ارتفاع 40 برای پایه‌های جلویی. چوبای 4x2 ما که البته الان 40 یک کلاف 37 و 6 ازش در میاریم برای زیر نشیمن و چوبای 2x2 برای قسمت پایینی صندلی که استحکام صندلی ما رو حفظ بکنه. البته موقعی هم که پا خسته میشه میتونه روش قرار بگیره. بریم با هم دیگه اینو کلاف کنیم. Go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. خب اینم از شکل و شمایل کلی کار. همینطور که میبینید صندلی در آخر به این شکل در میاد. چوبی که من دارم استفاده میکنم چوب نراده و شما البته میتونید اگه چوب راش در دسترس دارید ازش استفاده بکنید. چوبا رو حتما باید بعد برش کندگی بکنیم که کام و زبونه ها درست و دقیقاً روی سایزی که میخوایم به وجود بیان و ما رو اذیت نکنن. الان ما اینجا یه شیاری اون بالا داریم که ما در واقع دو تا صندلی باید بسازیم. یکیش ساده است و اون یکی یه نقش و نگاری شبیه به گره‌چینی داره. البته چون که هنوز تایید نهایی رو از مشتری نگرفتیم اونو دیگه اینجا نیاوردم. حالا اونو دیگه آخر کار ببینی، همه رو از اول که نباید. اینجا که میبینی اینا باگ نیستن. اینها در واقع به این خاطره که این کلاف ما مرکز ثقلش بیاد روی آکس پایه ها قرار بگیره و دلیل بعدیش هم اینه که این فاصله پر میشه با مثلثی که اون مثلثی ها در واقع وظیفه‌شون گونیا کردن این نشیمنه. خب فکر میکنم بقیه رو دیگه باید توی کارگاه باهاتون همراه باشم. خب بچه‌ها ببینید این چوبایی که میخوایم برای صندلی ازش استفاده بکنیم چوبای 4x4 ماست که برای پایه‌های جلویی میخوام ازش استفاده کنیم. شکل‌ها رو از قبل کشیدم، از پایین 10 سانت فاصله دادم و این به اصطلاح کام رو ایجاد میکنیم برای اینکه این چوب 2x2 ما توش بشینه و این بالا هم شیپ کام رو کشیدیم به اصطلاح یک کیوب از داخل این جدا میشه برای اینکه این کلاف 37 و 6 توش بشینه به عنوان نشیمن ما. این چوبای 4x4 جلو، این چوبای 8x4 برای پایه های پشتی که البته شکل این هم کشیدم. این شیپ کجی که برای تکیه‌گاه میخوایم ازش استفاده بکنیم. قبل از اینکه اون شیپ رو ببریم باید اول تمام این کام و زبونه ها در بیاد اینه و این سوراخ پایینش برای 2x2 اینا باید اول انجام بشه، یه سنباده بخوره بعدا اینا ببریم که کار برای سوراخ کاری و اینا سخت نشه. اول پس باید سوراخ کاری رو انجام بدیم بعدا میریم سراغ برش. اینا چوبای 4x2 ما هستن که البته از قبل اندازه‌شون کردم و این کلاف رو آماده کردیم برای نشیمن. دیگه بریم اره ها رو روشن کنیم و با ابزار و صدای چوب حال کنیم.